آبروی اینو میبرم، نمیذارم این شکلی باشه که بخواد بیاد بالا تهدید کنه. لحنه ناراحت شدم، یعنی مشکل من با اون لحنه بود. من قصدم از این که خب شرکت کننده جدید عشق ابدی رو هم که هممون دیدیم. آقای مهراد راد رسیده نرسیده تون داره لایو میذاره. معنا گفته پیداست خیلیامون تا به اینجای کار از متانت و ادبش خوشمون اومده. امیدوارم اینجوری هم بمونه. سریع بریم سراغ لایو دیشب مهراد که بعدش ماهرخ رو هم آورده تو لایو. برم سر اصل مطلب و یه سری چیزا رو بهتون بگم که چجوری بوده، اصلا راجع به این که من اون لحظه چه حسی داشتم، کی اومده جلو، کی اومده باهم حرف زده، چی گفته، چون دوست نداشتم بچسبونمش به لایو دیشب. لایو دیشب چیزی بود که مربوط به اتفاقاتی بود که توی قسمت رو با هم دیدیم. این لایو کاملا چیزیه که خارج از اون چیزیه که در ضبط بوده، یعنی به عنوان مهراد چه صحنه ای رو دیدم، اینو میخوام بهتون بگم. زمانی که من وارد جزیره شدم، طبق اون چیزی که خودتونم توی ویدیوی قسمت 49 دیدین، اولین کسی که خب من سمتش رفتم محبود بود. دلیلش هم توضیح دادم، چون محبود رو میشناختم و بهتره بگم بیشتر میشناختم نسبت به مثلا ماهرخ که حالا اونم یه آشنایی کوتاهی باش داشتم. و طبیعتا پشت صحنه خب اول از همه یه نقدی بکنم، اینکه بدترین قسمت داستان من وارد شدم. یعنی در اوج دعوا و بحث فکر کنید یهو مثلا منو یهو انداختن خب بفهمم مهمون جدید اومد، اون وقت همدیگه رو دارن میزنن، دعوا درگیری بحثه، ولی خب یهو مهمان جدید وارد شد. خب این به نظرم یه ذره باگ داشت تو این قسمت. نظر شخصی من اینه و با توجه به اینکه هیچ پیش زمینه‌ای نداشتم، یعنی اگه بهم میگفتن که آقا مثلا یه همچین اتفاقی افتاده، الان تو که وارد میشی با یه همچین صحنه‌ای مواجه میشی، مثلا یه همچین چیزایی گفتم برام، یه همچین داستانایی بوده، یا من اگه مثلا قسمت‌های قبل و برنامه جوری بود که مثلا میشد قسمت‌های قبلشو دید و بعد من وارد شدم، قطعا رفتارام و نظراتم متفاوت می بود. ولی تمام سعی من اینه، باز دارم بهتون میگم، من میخوام قدم به قدم با شما وارد برنامه بشم، نه اینکه بیام مثلا، چون خیلی‌ها به من گفتن که آقا تو که میدونی داستان چیه، تو که میدونی کی چه جوریه، چرا مثلا داری اینجوری صحبت می‌کنی. ولی من احساس می‌کنم اگه بیایم یهو از وسط داستان من بپرم بگم نه فلانی تو اینجوری بودی، فلانی تو اینجوری بودی، به نظرم نمیتونیم خیلی حقانیت رو برای بیننده و مخاطب مشخص کنیم. پس من تصمیمم این بود که پله پله با هم، انگار من تازه وارد جزیره شدم، منم مثل شما تازه دارم اون صحنه‌ها رو لمس میکنم و اتفاقات رو میبینم. به محض ورود من با اولین کسی که صحبت کردم محبود بوده و خب به تبع پارتنرشون که کنارشون بودن خانم ترانه. اولین کلمه‌ای که به من گفته شد، یعنی اولین چیزی که بعد از خوش آمدگویی من شنیدم، یک کلمه بود: بازی نخوری. یا و من اینجوری بودم که یعنی چی بازی نخوری؟ اینجا خودت متوجه میشی، اینجا خیلی‌ها دارن بازی میکنن، خیلی‌ها دارن چیز میکنن، خیلی‌ها تیم کشیدن. گفتن خب اینکه خیلی‌ها بازی میکنن یا قراره بازی کنن، خب فکر میکنم یه چیز خیلی دور از ذهنی نباشه. به هر حال برنامه هر کی دوست داره اصلا بهترین نوع خودش رو، بهترین شکل خودش رو نشون بده، یا اصلا اکتی کنه، یه جا مثلا حرکتی بگیره، یه جا جستی بگیره. خب دوربینه دیگه، دوربین کلا ما میبینیم، دوست داریم که خودمون قشنگ نشون بدیم. مثل اینکه شما بری جلو آینه بگی نه من میخوام خیلی زشتی نشم، خب جلو آینه جست میگیری، اکتی میای که قشنگ‌تر دیده بشی. این موضوع و خانم محبود، میگم خانم محبود، آقای محبود و خانم ترانه، البته این صحبت از زبون خانم ترانه بود که به من گفتن که مواظب باش اینجا بازیه، وارد بازی نشی، بازی نخوری، خیلی‌ها دارن بازی میکنن. و خب این یه خورده بد بود. یعنی اجازه بدید من اول برسم بفهمم چی به چیه، یا اصلا خودم آدمم میتونم تشخیص بدم. اجازه بدید که یواش یواش خودم مثل شمایی که اینجا کنار هم بودید توی مدت طولانی، منم باشم، منم ببینم، بعد بگید. مثل میمونه که شما هنوز وارد یه جایی نشدی، من بهت بگم ببین حواست باشه اینجا خیلی خیته، اینجا پولتو میزنن و اینجا جیبتو میزنن. خب این یه وایب منفی همون اول کار به شما میده که به نظر من این چیز اشتباهی بود. یعنی شما باید اجازه بدی مثلا بگی مهراد جان خودت میبینی، خودت تجربه میکنی. حالا به نسبت صمیمیت یا هر چیزی که احساس کرد در اون لحظه، ایشون به من اینجوری گفت که آقا حواست باشه که وارد بازی نشی و بازی نخوری. و زمانی که این دعوا اتفاق افتاد، ببینید خب من نمیدونستم که، من یهو اومدم تو دیدم دعوا بزنه و من سعی کردم خیلی بی‌طرف خانم ترانه رو تا جایی که میتونم با حرفام یا با صمیمیتم به عنوان فردی که حالا تازه اومدم به حرفاش گوش بدم، ببینم اصلا حرفش چیه، برای چی ناراحته، برای چی داره داد میزنه. چون یه آدمی که ناراحته و داد میزنه بی دلیل که نیست، یه اتفاقی افتاده حتما. من سعی کردم در کنار اینکه ایشونو آروم میکنم، کم کم آروم متوجه بشم که اصلا قضیه از چه قراره، چه چیزیه که این همه درگیری و دعوا ایجاد کرده، که ظاهرا راجع به خانم ماهرخ بوده این مسائل. این دعوا و درگیری بین اونا بوده و مشکلی بوده که بین خانم ماهرخ و خانم ترانه بوده. و چون این وسط آقای محبودم یه آشنایی و دوستی با خانم ماهرخ داشته، این وسط این دوتا با هم کانتکت کرد.
عرض به خدمتتون که اون جایی که خیلی‌ها به من گفتن که تو چرا مثلا یهو بی‌ادب شدی و این داستانا، ببین شما همون قضیه فرسایشی است. شما یه 5 دقیقه از صحبت‌های 1 ساعت و نیم منو دیدی. یعنی من 1 ساعت و نیم داشتم می‌جنگیدم با هر ترفندی که بلدم می‌خوام آروم کنم. بهش بگم آقا جان اصلا هر چی که داری میگی، ببین شما حتی وقتی یه مطلبی درست هم میگی، وقتی رفتارت اشتباهه ناخودآگاه اصلا اون کل داستانت میره زیر سوال. به قول تئوکا یه حرفی دارن، یه جمله‌ای دارن میگن haklı durumda haksızı düşüyorsun. یعنی در جایی که حقیقت با توه، حق با توه، ناحق میشی. حالا این موضوع رو اینجا بهتون بگم. شروع کردیم به صحبت کردن و حرف زدن که آره اینجوریه، من نمیتونم خودم کنترل کنم و من مدام فقط بهش میگفتم که عزیزم یه خورده آروم باش، یه خورده به خودت به محبوب زمان بده. میبینی که هم جو متشنجه. ببین وقتی جو متشنجه، بنزین ریختن خیلی کار بدیه از نظر من. شما میتونی جمعو ترک کنی، یه مقدار فاصله بگیری، خودت کنترل کنی، نفس عمیق بکشی و از روی عصبانیت هر چیزی که در مغز و قلبت نریزی بیرون، چون به همه صدمه میزنه. ببینید جو رو متشنج میکنه. جوی که متشنج بشه آروم کردن سخت میشه. بله اون به اون میپره، این به این میپره. خارج از ضبط با آقای محبود، خانم ترانه و خانم ماهرخ ستایی داشتیم صحبت میکردیم. به هر حال من تازه اومده بودم و خب به هر حال اومدن کنارم که حالا هم با هم حرف زده بشن، هم من احساس تنهایی نکنم، چون به هر حال یه چیز طبیعیه دیگه. من به عنوان یه آدمی که هیچی نمیدونه یهو افتادم وسط داستان. باز من فکر میکنم که خیلی خوب ارتباط گرفتم، سعی کردم که ارتباط بگیرم با همه. عرض خدمتتون که صحبت این شد که محبود داشت میگفتش که ارتباط بین تو و ماهرخ حتما باید حل بشه و من اصلا دوست ندارم به این شکل و اصلا به این شکل نمیتونم ادامه بدم. این مسئله رو باید حل کنی و این دوتا با هم دیگه، یعنی خانم ترانه و خانم ماهرخ قول داد که به محبود قول داد که دیگه همچین داستانایی نباشه و این درگیری‌ها نباشه و با هم دیگه دست دادن و خیلی به خیر و خوبی و خوشی تموم شد. تا جایی که خانم ماهرخ و خانم ترانه رفتن تو اتاق، یه صحبتی شد، اومدیم بیرون دیدیم دوباره دعوا درگیری. من تعجب آقا چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ از این ور از اون ور از خانم ماهرخ و خانم ترانه پرسیدم که قضیه چیه، موضوع چیه. که خانم ماهرخ برگشت گفتش که این خانم اومده تو اتاق منو تهدید کرده و گفته که حواست باشه اینجا استانبوله. این کلیت چیزیه که من متوجه شدم و از این قضیه که این بحث و درگیری‌ها برای چی بود. حالا من میگم باز میخوام پله پله برم جلو. دوستان خواهش میکنم این موضوع رو جدی بگیرید. من دلم میخواد که مثل شما پیش برم، یعنی با شما ببینم، با شما تجربه کنم و اون چیزی که اون لحظه، اون احساسی که اون لحظه داشتم رو با شما به اشتراک بذارم تا بتونید تشخیص بدید چی درسته چی غلطه. درسته که من الان همه داستان رو میدونم، همه اتفاقات رو میدونم و نمیتونم نظر بدم. اتفاقا خانم ماهرخ هم تو لایومونه، ازشون درخواست میکنم، خواهش میکنم که تشریف بیارن و من سوالم از ایشون اینه که آقا موضوع چی بوده اصلا، جریان چی بوده اون اتفاقه. چون ببینید شنیدن خیلی با دیدن فرق میکنه. این حرفیه که من شنیدم و به شما میگم. سلام علیکم و رحمت الله. من اگه بعد موقع واقعا عملیات ولفجر من ازت معذرت میخوام که یهویی شد، چون من داشتم صحبت میکردم، به بچه‌ها گفتم که بچه‌ها ببینید هدف من از اینکه اومدم دارم ثانیه به ثانیه، روز به قسمت به قسمت میام جلو، نه آدم بیکاری ام، نه اینکه جسم و روحم از سر راه آوردم، ولی موضوعی اینه که من دلم میخواد متفاوت از بقیه. صدام داری؟ سلام بذار من یه سلام بدم. ترانه منو خراب کنم از این داستانا. بعد دید که مثلا محبود داره ریاکشن نشون میده دیگه به رفتاراش، گفتش با من مثلا توی ظاهر دوست بشه، بعد پشت سر بیاد کرمشو بریزه. که اومد بالا، فکر کنم ما هم دیگه رو بغل کردیم رفتیم بالا، که یادت بشه صدای جیغ من از بالا اومد که ما رو فرستادم پایین. یادت این صحنه رو که من گفتم من اینجا آبروی اینو میبرم، نمیذارم این شکلی باشه که بخواد بیاد بالا تهدید کنه، پشت سر این بیاد حرف بزنه و از این ادا اصولا در بیاره دیگه. تو خودت شاهد بودی که ما اومدیم پایین، هی شاهین گفت ساکت شو ساکت شو، اینقدر محبود رو بخشیدی، ترانه رو بخشیدی، دوباره اومدن خرابت کردن، دوباره اومدن پشت سر حرف زدن که بعد محبود خودش قاطی کرد سر ترانه. دیدی گفت تو مثلا بیخود میکنی اینجا میای بغل میکنی بالا میری پشت سر حرف میزنی تهدید. آره این حرفو کاملا یادمه، اصلا هست توی فیلم، نشون داد تو فیلم دیشب که تهدید میکنی و اینا، که به من محبود گریه حتی داشت میکرد. برگشت خب ما دیگه نمیکشم، اگر تو الان، من میدونم که ترانه چیکار کرده و چیکار داره میکنه، یعنی چه رفتاری داره میکنه، اگر تو الان ترانه رو نبخشی من دیگه نمیتونم ادامه بدم. که باز حرف که من همونجا پشت دادم گفتم با من میدونم تو رو، بغلش کردم، دوباره دوست شدم. که حالا پیرن عثمون که آره ماهرخ به محبود اینجوری گفته، ماهرخ می‌خواسته زیرا به ترانه رو بزنه، بعد محبود رفت تو بازی ترانه، بعد من متوجه شدم مثلا این دوتا با هم دیگه بسته بودن، از بیرون میدونستن که دارن میاد تو برنامه و یه حالا برنامه گرفتن. این از این استوب کی با کی میدونسته؟ من نمیدونم. بیرون با هم دیگه دوست بودن. ترانه هم که دوست نگار بوده، نگار هم که اینا همه یه دونه تیم بودن دیگه. این شکلی با هم دیگه یه سری قرارداد گذاشتن به خاطر اون پوله، به خاطر اینکه مثلا چیز من تا الانم باورت میشه نمیدونستم که محبود و ترانه همدیگه رو میشناختن.
مهراد به نظر پسر منطقی و آگاهیه و در جواب بیننده ها که گفتن یک طرف قضاوت نکنین گفتش حتما یه لایو هم با ترانه میرم که حرفای اون رو هم بشنویم. ضمن اینکه تو لایو شب اولش از طناز هم گلگی کرده. ناراحت شدی؟ بله ناراحت شدم. متأ از اینکه راجبم نقد شده ناراحت نشدم مثلا، ولی از این لحنه ناراحت شدم. یعنی مشکل من با اون لحنه بود. من قصدم از اینکه مثلا اونجوری ورود کردم بود که آدم مثبتی بشم و حس اون راحتی رو انرژی خوب رو انتقال بدم. دنبال نمایش و شو نبودم. ولی خب اینو میتونن خیلی وایب منفی در نظر بگیرن یا اعتماد به نفس کاذب در نظر بگیرن. ندیدین رو به شما نشون بدم و بگم. چیزی که شما ندیدید این بود که اولا من بیشتر از یک ساعت حداقل با ترانه جان صحبت کردم، حرف زدم و شما شاید 5 دقیقه 10 دقیقه شدید در مجموع. نهایتا اونم تازه، چون تو حرفا میگم یه ساعتی که دارم حرف میزنم زیر روزم. ولی متاسفانه ببین من باز میگم اعتقادم اینه که آدم‌ها در درونشون ذات بدی ندارن. در راجع به خانم ترانه این موضوع صدق میکنه. تا اینجای قضیه من اینطوری برداشت می‌کنم. چیزی که در نگاه اول دیدم هیچ بدی ندیدم. اتفاقا یه آدمی دیدم که قلب صافی داره. متاسفانه مشکل اصلی خانم ترانه نداشتن کنترل روی عواطف و احساساتش. اونجوری که گفتم خانم ترانه حالا این میتونه ریشه در هر چیزی داشته باشه و بهتره که حتما راجع به این مسئله تراپی بره و روی خودش کار کنه و بتونه عواطف و احساساتش رو کنترل کنه و از اون حالت هیجانی در بیاره. میدونید خیلی ببین توی سر من ممکنه خیلی حرفا باشه ولی سعی میکنم شمرده‌تر و درست‌تر ترانه هر آن چیزی که در سرشه یا در دلشه رو بروز میده و این میتونه ساید منفی داشته باشه، میتونه ساید مثبت داشته باشه. ولی چیزی که من از آشنایی با ایشون و مصاحبت با ایشون دریافت کردم اینه که ایشون غالبا میتونه مثلا چجوری بهتون بگم غالبا میتونه یه چیز مثبت توش باشه ولی اون اکید بسیار منفی و باعث میشه که زننده بشه و یه موضوع یه بحثایی که ادامه پیدا میکنه تبدیل میشه به حالت فرسایشی و کاری که واکنشی که شما از محبود میبینید حاصل یک تنش طولانی مدته. اینکه می‌بینید محبود به اون حد رسیده، به اون حد از حالت جنون بهش میگن که داد میزنه نه یا سمت اینا، چون ترانه اونجایی که باید قطع کنه قطع نمیکنه، اونجایی که باید فاصله بده متاسفانه قطع نمیکنه و من همش درخواستم ازشون بود که یکم آروم باش، فاصله بده، اجازه بده که اونم آروم شه تو هم آروم شی، اصلا فضا بدید. ببینید من مثل این اونی که مثل آتش فشان دارم فوران میکنم بعد تو این دست به من میزنی. خب جالب نیست. یکم فضا بهم بدیم. متاسفانه این مشکل خود منم تو روابط قبلیم داشتم که سعی می‌کردم همون لحظه موضوع رو حل کنم، تون بگم نه تو فلانی، تو بیساری، تو فلان کار کردی و این متاسفانه نتیجه منفی به من داده و خب من اینو تجربه کردم و یاد گرفتم که نباید این کارو بکنم. پس قضیه محبود و ترانه رو اینجوری من براتون توصیف می‌کنم. اون قسمتیش که واقعا محبود در چالش بود، هم حالا از طرف آقای شاهین به مشکل خورده بودن و هم که خب بین خودش و ترانه درست این مشکلی که اینقدر از این برنامه گذشته من خیلی چیزا یادم رفت. یعنی با دیدن اون صحنه‌ها یه چیزا یادم میاد بین خودشون که مشکلی که داشتن بسیار فرسایشی شده بود. دیگه از اون حالت مثلا حرف زدن قطع شده بود و محبود دیگه واقعا کلافه شده بود. پس اون ریاکشنی که می‌بینید نه بگید محبود چقدر مثلا آدم عوضی بود، محبود چقدر بد بود، نه. در اون لحظه من اونو درک می‌کنم چون محبود آدمیه که متاسفانه اینجوری بهتون بگم ساده دو تا آدمی هم که کنار هم جرقه میزنن، یعنی جفتشون تقریبا خصوصیات یکسانی دارن، یعنی جفتشون احساسات و عواطفشون رو کنترل نمی‌کنن، از نظر عصبی کنترل نمی‌کنن، محبود هم همینطور، جفتشون توی فشار متاسفانه حالا بگیم سیاست ندارن یا اون کنترل رو ندارن روی خودشون، این باعث میشه که این دو تا با هم می‌خورن جرقه پیش بیاد. ولی تا اینجای کار من هیچ وایب بدی نگرفتم، یعنی اولی افرادی هم بودن که من در جزیره که وارد شدم اولی فردی که دیدم محبود و ترانه بود و اولی صحبتایی هم که داشتم با محبود و ترانه بود و هیچ وایب بدی من از این دو تا نگرفتم. اتفاقا احساس نکردم که اصلا فیک باشن یا مثلا دارن مسخره، احساس کردم دو تا آدمی ان که دارن با هم